به نام خداوندی که در وصف نگنجد. خب چون فوق‌العاده هوا گرمه احتمالاً به خاطر همین گوشی داغ میشه و خاموش میشه. بنابراین من دیگه اومدم یه جا که خنک‌تر باشه، زیر سایه درخت اومدم پارک کردم. کولرم که تا آخرش زیاد کردم که این گوشی ما خیلی حساس و نازنازیه، انقدر زود به زود خاموش نشه. آره اونور بودم روبروی آفتاب میگرفتم گوشی رو، به خاطر همین خاموش میشد، داغ میشد خاموش میشد. سلام، خیلی خوش آمدید. سلام دیگه حالا من چون یه وقتی دارم گفتم که استفاده بکنید ازش. حالا اون 2 تا لایو قبلی هم که گوشی خاموش شد من نگاه کردم دیدم توی قسمت آرشیو ذخیره شده. حالا اون مطالب مهمترش رو از توی اون براتون میذارم. ببینید لجبازی که بیماری نیست که بشه بگیم که درمانش کنیم، فقط میتونیم یک سری فنون و تکنیک‌های ارتباطی یاد بگیریم که این دامن نزنیم به لجبازی. حالا در خصوص آقایون گفتم دیگه، ما اول باید از تحسین شروع بکنیم و یه نکته‌ای که کلاً چه در ارتباط با خانوم ها مخصوصا اگر میخوان آقایون بدونن یا آقایون در مورد خانوم ها بدونید، ببینید وقتی که باب انتقاد کردن تو رابطه باز میشه، یعنی شما همش میرید به سمت اینکه انتقاد کنید، این کارو نکن، این کارو انجام بده، نه اون چیزی که تو میگی درست نیست. هی شما میخواین طرف مقابلتون اصلاح کنید، هی بهش بفرمایید که تو داری اشتباه میکنی. ببینید عزیزان، وقتی وارد فضای مقدس خانواده میشید، ما مدیر مدرسه، مدیر مجموعه یا خانم معلم، خانم ناظم، آقای معاون نیستیم. ما همسریم تو اتمسفر خانواده، مادریم. من خیلی از مادرها رو میبینم، یعنی واقعا اینقدر که مادر از فرزند فقط تعاملاتشون باید نباید، این کارو بکن این کارو نکن، هیچ خاطره مثبتی. 2 تا شعر با هم بخونید، با هم یه بازی بکنید، خاطره بسازید، خاطرات خوش از بازی کردن، یا همسران با هم زمان مؤثر بگذارید، مؤثر و مفید، نه اون زمانی که میشینید با هم فیلم نگاه میکنید، اونم خوبه چون در کنار هم هستید، ولی اینکه بشین با هم حرف بزنید، تعامل داشته باشید، احساس شنیده شدن تو رابطه به همسر دست بده، اینکه تونسته از دغدغه هاش بگه. این رو به همسرتون باید بدین و انتقاد کردن رو بگذارید کنار تو رابطه همسری، چون واقعا رابطه رو آسیب میزنه. باید بریم به سمت همدلی، درک، مفاهمه و اون تحسین کردن، هم برای آقایون جز نیازهاشونه که باید پاسخ داده بشه، هم برای خانوم ها. وقتی تحسین میکنید، قدردانی کنید، جمله قدردانی، تحسین، ولی گفتم اون کلمه ولی و اما رو به کار نبرید، چون جمله قبلیتون رو بی اثر میکنه. خیلی هم عالی ایشون گفتن که من که خیلی حرفا دارم با همسر مهربونم. خب این خیلی عالیه، سلامت باشین. یه بار ازدواج کردم، جدا شدم، دیگه میترسم. خب بله ترسم داره، ولی ببینید عزیزان، ازدواج چطور شما میخواین وارد یه شغلی بشین، وارد یه تجارتی بشین، میخواین اصلا میخواین چه میدونم یه تلویزیون رو تعمیر بکنین، همه براش باید کلاس برین دیگه، استاد داشته باشین کنارتون باشه، یه ورزش باشگاه میخواین برین، در یه فرایند زمانی باید وقت بگذارید، حداقل 3 ماه تا 6 ماه باید وقت بگذارید، دوره برید، کتاب بخونید، روی سهم اشتباهات خودتون کار کنید و بعد آروم آروم از نظر ذهنی برای ازدواج آماده میشید. الان چون شما
خب یه زخم ویژه‌ای از نظر ذهنی و روانی برداشتید، چون یه بار ازدواج کردید، یه بار طلاق گرفتید. عزیزان بهترین طلاق ها آسیب داره. خب اصلا تصمیم گیری نداریم که توش محدودیت یا توش مشکلاتی نباشه. شما هر تصمیمی بگیرید، چون محدودیم ما انسان ها دیگه در مکان، زمان، امکانات، هر تصمیمی بگیرید یه سری محدودیت ها، یه سری مشکلات داریم. حالا طلاق هم تازه از اون تصمیماتی که خود به خود با هر لولی اگر از آسیب در نظر بگیم باز آسیب داره و شبیه جراحی کردن میمونه، شبیه این که شما یه بخشی از بدنتون رو ببرید و بریزید دور، بندازید دور. چقدر این آسیبه. ازدواج و ارتباط زن و مرد در فضای ازدواج یه ارتباط فیزیکی و جسمی فقط نیست، 100% ارتباط روانی و روحیه. و شما حالا وقتی تصمیم میگیرید به جدایی، پس باید خیلی دقیق این کارو بکنید. حداقل باید 3 تا 6 ماه وقت بگذارید، حمایت مستمر هفتگی بگیرید، کتاب بخونید، تست بزنید، ارزیابی بکنید، یعنی مایندفولنس بشید راجع به موضوع سهم خودتون تو رابطه. بعد حالا با کمک متخصص به این برسید که شما واقعا کیس طلاق هستید یا اینکه نه میشه درستش کرد. بعضی هم که هم در ازدواج عجله دارن، هم در طلاق. یعنی وقتی برمیگردیم به تاریخچه زندگیشون، اینها تو هر تصمیم جدی زندگیشون یک دفعه تحت تاثیر هیجانات یه تصمیم گرفته، گفت آقا بذار خیال خودم راحت کنم دیگه، ازدواج میکنیم. رفته تو ازدواج، نه مهارتی، نه تکنیکی، هیچی. عزیزان شاید بعضیاتون بگین که آقا اینا که قبلا در گذشته میرفتن ازدواج میکنن، مثلا پدر مادرهای ما، مادر بزرگ، پدر بزرگ، چرا اونا مشکلی نداشتن؟ جامعه اونا با جامعه ما کاملا متفاوت بود. در گذشته خانواده های بزرگ بودن، الان خانواده ها هسته‌ای هستن. شما تو خانواده خودت هم تجربه نکردی ارتباط با خواهر و برادر و اقوام رو، ولی در گذشته مثلا با مادر بزرگ، پدر بزرگ، خاله، عمه، دایی زندگی میکردن افراد. اصلا تجربه اونا با تجربه زیستی ما متفاوت بود، با تجربه زیستی مثلا بچه های ما. و تمام اون تمرین هایی که از رابطه، از قهر، نمیدونم، از آشتی، از ارتباط، جشن، سرور، غم، خدای نکرده مرگ عزیز، اینا رو ما قبلا تو خانواده های گسترده تجربه میکردیم. الان اصلا بچه های ما کجا دارن تجربه میکنن؟ هیچی. تازه ما متاسفانه، حالا من توی همین چند روز پیش که رفتیم به این جشنی که توی خیابون ولیعصر بود، اونجا خب برنامه کودک بود، مثلا ما رفته بودیم. واقعا من اونجا میدیدم که پدر مادرها چقدر غیر واقع بینانه فرزندان خودشون دارن خودمحور تربیت میکنن. یعنی اصلا به بچه ها رو تربیت نمی کنن برای اینکه واقعیت ها رو ببینن، محدودیت ها رو ببینن. باورتون نمیشه، من اونجا دیدم که ما اصلا نیاز نداریم رو بچه ها کار کنیم، ما نیاز فقط باید رو والدین کار کنیم. یعنی انگار هم نسلی های ما اصلا نمیدونم واقعا چه حالتی شده، یه حالت رها انگار پرورش پیدا کردن و الان اونا دارن فرزندان خودشیفته و خودمحور پرورش میدن. یعنی بچه‌ای که تشخیص نمیده که اونجا سن اجرای برنامه زنده است، اونجا دوربینه، اینجا سیم برقه. یعنی حتی پدر مادر، بچه ها باور کنید اینو تشخیص میدادن، پدر مادرهاشون تشخیص نمیدادن. یعنی به هر اجباری میخواستن بچه هاشون رو پرت کنن وسط سن که روی جلوی دوربین باشن. یعنی یه چیز عجیبی بود و من اونجا دیدم که واقعا ما نیاز نداریم که روی بچه ها کار کنیم، بیشتر ما نیاز داریم روی پدر مادرها کار کنیم و بعدها این بچه هایی که
واقعیت ها رو نمیبینه. مثلا سیم برق و کنارش نمیبینه که آویزون شده به اون استند پروژکتورهایی که برای برنامه زنده لازمه و داره نور اونجا رو تأمین میکنه. خب این هم ممکنه برق خودش رو بگیره. پدر بچه رو آویزون کرده بود به اون استند، چرا؟ که بره اون بالا ببینه برنامه رو. خب ولی نگاه نمی‌کنیم ببینید سیم برقی در ازش رد شده و این استند که تو زمین کاشته نشده، که خیلی ساختار لغزنده‌ای داشت. هر آن ممکن بود تمام اون پروژکتورها به علاوه این بچه‌هایی که از اونجا آویزون شده بودن با هم بیفتن و یه آتش سوزی یه اتفاقی بیفته. بعد میرن میگن که مثلا شبکه فلان کاری کرد. بابا شما خودتون پدر مادر رو رعایت نمی‌کردین. بعد جالب بود وقتی که تذکر داده میشد میگفتن که خب ما میخوایم این کار رو انجام بدیم، شما چه کاره ای؟ و نمیشه. یعنی واقعا وقتی این جامعه رو ما یه وسعت میدیم به این نوع نگاه و از میری عقب و نگاه میکنی جامعه رو، واقعا یه جامعه هم مضحکه هم ترسناک. این حجم از بچه هایی که پدر مادرهای این چنینی اونها رو تربیت کردن، واقعا فردا چه اتفاقی میخواد بیفته؟ آیا این بچه ها در آینده 10 سال آینده واقعا به قوانین احترام میگذارن؟ یا باید زندان هامون رو بزرگتر بکنیم؟ پس قبل از اینکه این اتفاق بیفته واقعا من به عنوان یه وضعیت اورژانسی میخوام بگم که هر فردی تو جایگاه خودش و بعد اصل مطلبم موضوع سیاستگذاری‌ها و مسئولین محترم هست. واقعا وضعیت اورژانسی تو حوزه مهارت‌های ارتباطی و ندیدن واقعیت‌ها و ما در کمتر از 10 سال آینده با واقعا خیلی عظیمی از نسل آینده خودشیفته و خودمحور روبرو خواهیم شد که اینا حتی تن به قوانین هم نمیدن و ما مجبوریم زندان‌های بزرگتری داشته باشیم. خیلی باید دقت کنیم. حالا شاید یه سرش تو همین لج و لجبازی پدر مادر هاست، توی همین افرادی که تو خانواده هسته خودشون دیده نشدن و الان میخواد با شوهرش با خانومش میخواد رزم آزمایی بکنه و خودی نشون بده. دیدین بعضیا رو دیگه تو فضای شخصی خودشون تو محیط بیرون آدمای خیلی ترسویی هستن و اصلا مهارت ابراز وجود ندارن، ولی توی خونه رفتارهای نابهنجار و پرخاشگرانه زیاد داره. به نظرم هیچ زنی هیچ مردی ازدواج نکنه. خانم ریحانه این که خیلی غیر واقع بینانه بود، حتما اینو اصلاحش بکنید. این کلمه این قید هیچ رو وقتی شما استفاده میکنی میشی جز آدم هایی که همه یا هیچ نگاه میکنن و این همه یا هیچ نگاه کردن، صفر و صدی نگاه کردن، سیاه سفید نگاه کردن، این هم نیاز داره به تمرین و تکرار که شما نیفتید تو این دالان افکار منفی که همه چیز رو منفی ببینیم. حتما که اگر کسی مایله و شرطشو داره میتونه بره ازدواج بکنه، چرا که نه، ولی باید پیش نیازهاشو پاس بکنید. چرا زندان‌های بزرگ؟ بله ببینید وقتی تو جامعه ناآگاهی زیاد باشه، پرخاشگری واقعا یه خشم نهادینه شده شما در افراد میبینید و نشون میده که افراد واقعا کاملا مشخصه. شما وقتی به یه فرد غریبه که اصلا نمیشناسیش مثلا توی صف اتوبوس ناگهان از روی او رد میشی، پاتو میذاری رو پاش و نوبتش رو رعایت نمیکنی و میخوای بری به مثلا یه صندلی جلوتر، حالا بماند که چه عقبه‌ای داره، چه چیزایی باعث شده، ولی نشون میده که این فرد پر از خشمه که نسبت به کسی که اصلا نمیشناسدش داره پرخاشگرانه رفتار میکنه. و چه بسا مثلا شما داری به یه فردی میگه آقا نزدیک بیفتی توی جو
و اون به جای اینکه از تو تشکر بکنه با لحن بدی با تو ارتباط بگیره. خب این نشون میده که یه فنری جمع شده و یک دفعه این فنری از خشم و افکار منفی انباشته شده حالا رها میشه. و فکرشو بکنید یک دفعه تعدادی از زیادی از آدم ها تو جامعه ما اینطوری باشن و ببینید چقدر خطرناکه. حتی برای روان افراد سالم هم خطرناکه. و موضوع اینجاست همونطور که اکثر افرادی که یعنی اکثرا که بالای 80-90% افرادی که مراجعه میکنن برای اینکه حالشون بهتر بشه و تشخیص میدن که حالشون یا رفتارشون خوب نیست، دقیقاً افرادی هستند که در ارتباط با آدم‌های بیمار حالشون خراب شده. چون اون کسی که بیماره که اصلا خودش تشخیص نمیده که بیماره. در اغلب موارد خود فرد بیمار، خود فردی که الگوهای ناسازگار داره و این جزئی از زندگی و روتین او هست اصلا تشخیص نمیده که مسیرش اشتباهه. پس چیکار کنی؟ 100% آگاهی میتونه یه بخشی از مسائل شما رو حل بکنه و براش راه حل ارائه بده. نمیدونم خانم یا آقای شعبانی گفتیم ما مجردها چطوری بشناسیم طرف رو. حتما تو دوره مجردهای ما شرکت کنید چون واقعا یه موضوع مبسوطه. یعنی اول باید خودت رو بشناسی، بعد بر اساس اون شناختی که از خودت داری که تو جلسات فردی باید برای خودت وقت بذاری، حتما باید کتاب بخونی، حتما باید دوره شرکت بکنی، حتما. به خاطر اینکه ببینید ما محدودیت زمانی و محدودیت مالی داریم. شما اگه بخواید تمام اینا رو جلسات فردی بگیری، خب هفته یک جلسه که بیشتر نمیتونی نهایت بگیری دیگه و یه تایم محدود و یه مبلغ سرمایه گذاری. ولی توی دوره ها اینا رو مختصر و مفیدتر، سازماندهی تر شده و بیس تو بیس آموزشی بهتون تقدیم میشه. ضمن اینکه مبلغ سرمایه گذاریتون هم حالا حداقل تو دورهای ما که اینطوریه 1/5 1/4 گاهی تا 1/10 مبلغ سرمایه گذاری شما کاهش پیدا میکنه. ولی اگه بخواید همون رو با مبالغ جلسات فردی بسنجید، اگر واقعا محدودیت دارین، خب خیلی هم هستن میگن نه ما مشکلی نداریم بخوایم فردی شرکت بکنیم، ولی اون زمان بیشتری میبره. اون زمانی بیشتری اینکه شما وقتی تو دوره شرکت میکنین با تجربیات دیگران هم آشنا میشین. یعنی اونها هم میان مواردی میگن و شما متوجه میشین این موضوع شما نیست. من داشتم فردی رو که اصلا شاید وقتی اومد توی دوره واقعا تجربیات دیگران رو شنیده بود، خیلی خیلی اثر بخشی زیاد بود. مثلا شاید ما باید اونو تو 10 جلسه فردی میگذاشتیم این اثر رو میذاشت، ولی این وقتی اومد چند تا تجربه رو شنید، 1-2 روز بعدش جلسه گرفت و گفت میخوام این کار رو بکنم، کاری که شاید ما بعضیا میگن که چون بچهای من بیرون از خونه از من حساب نمیبرن، تو خونه کتکشون بزن تا از حسابی ازت در واقع حساب ببرن. ببینید باید به رابطه خودتون و همسرتون نگاه کنید. بچه‌های ما آینه ما هستن. اگر بین شما و همسرتون روابط احترام آمیزی وجود نداره، معمولا بچه‌ها احترام نمیذارن به بزرگترهاشون. ولی باید خب ریشه یابی بکنید حتما. وقتی مطمئنیم که کارش خطرناک و اشتباهه. ببینید ما اگر واقعا داریم طرف یه کار خطری، بچه‌ای، حالا اگر موضوع بچه فرزندتون هست داره کار خطایی انجام میده که مثلا همین الان داره دستشو میبره، اشکال نداره با قاطعیت و حتی
با اخم کردن، با یه مقدار، یه لول 2 لول صداتون رو بالا ببرید، ولی توهین نکنید. مثلا اون چاقو رو از دستش بگیرید یا اون مسیر خطا رو سعی کنید بکشیدش بیرون از اون کار اشتباه. مثلا داره چه میدونم دوچرخه سواری میکنه وسط خیابون، یا سویچ ماشین رو برداشته میخواد رانندگی بکنه، یا اینا رو باید در کمترین زمان حتی با صدای بلند، با اخم کردن، با قاطعیت اینو تذکر بدید. ولی نباید بی احترامی بکنید، توهین نباید بکنید، تحقیر نباید بکنید، مقایسه نباید بکنید. مردی که تولد خانومش کادو نخره، آیا زن باید منظورتون برای شوهرش باید کادو بخره؟ خب این کاملا سلیقه‌ایه. اگر واقعا بعضی از افراد ببینید ما یا یه کاری میکنیم برای اینکه خودمون دوست داریم و حال خودمون رو خوب میکنه، یا داریم کاری میکنیم که میخوایم دیگران ببینن و دیگران تایید کنن، و یا داریم کاری انجام میدیم که اگه من دارم برای تو انجام میدم تو هم باید برای من انجام بدی. یعنی توقع داریم، انتظار داریم. تکلیف خودمون رو روشن کنیم. اگه کاریه که خب من توقع دارم که من انجام میدم تو هم باید برای من انجام بدی یا بهترش رو انجام بدی، خب اگه یه بار انجام دادی اون انجام نداد، خب طبیعتا دیگه انجام نباید بدی دیگه. اگر داری کاری میکنی که دیگران تو رو تایید کنن و به نوعی مهرطلبی و تایید طلبی توئه، که خب باید روی اون کار کنی، باید کار کنی، چون جزئی از خود ارزشمندی و خود باوریته. مثلا بعضی هستن کادوهای سنگین میدن که دیده بشن، بعد نه تنها دیده نمیشن بلکه بعدا مثلا تو تولد خودشون، تو عروسی خودشون همچین هم جبران نمیشه و این تبدیل میشه به حال خرابشون. عزیزان، اگر واقعا برای تایید دیگران یا برای انتظار و توقعی که از دیگری داری براش کادو میخری، این کارو نکن. حداقل به اندازه‌ای که وسعشو داری این کارو بکن که اگر اون نتونست جبران بکنه تبدیل به نشخوار فکری و خشمت نشه. و از طرفی هم آخه ببینید بعضیا بلا تکلیفن، مثلا میره واسه شوهرش کادو میخره، شوهرش واسه اون کادو نمیخره. خب الان تو ناراحت میشی، خب ناراحت شدی، طبیعیش چیه؟ طبیعیش اینه که دفعه بعد یا براش نخری یا اگه براش خریدی دیگه انتظار نداشته باشی. خب حالا دوباره نزدیک تولد همسرشه، دوباره تبدیل به نشخوار ذهنی میشه براش که برم بخرم، برم تولد بگیرم، اگه نگیرم چی میشه؟ پس میشه یه آدم بلا تکلیف. وقتی میخری ناراحتی، وقتی نمیخری هم باز ناراحتی. پس حتما مشاوره فردی بگیر، روی عزت نفست کار کن. این گره داری از نظر ذهنی. شما ممکنه از اون آدمایی باشی که یکی از جمله هایی که زیاد تکرار میکنی اینه که دست من نمک نداره. ایشون هم میگه کاش قرصش بود. آدمایی که دنبال، یعنی به جای اینکه برن مهارت بیاموزن، دنبال خوردن قرص مهارت‌های ارتباطی هستن، اینا آدمای اهمالکاری هستن. یعنی میدونن درسته ولی براش برنامه‌ریزی نمی‌کنن. همش تو خیالات خودشونن که آقا ما این کارو می‌کنیم، ما یه روز اینجوری میشیم، ما یه روز این قابلیت رو به دست میاریم. خب عزیزان، من هم دیگه زمانم تموم شد. شوهری که بین رفیقاش و زنش رفیقاش رو انتخاب میکنه چی؟ خیلی باید اینو تو پیش از ازدواج باید خیلی مراقب باشید. خیلی باید مراقب باشید که واقعا آدم هایی که دوستان خودشون رو ترجیح میدن به همسرشون، اینا اصلا خود ازدواج رو نفهمیدن چیه، تعهد ازدواج رو نفهمیدن. ضمن اینکه ممکنه گره های زیادی داشته باشن که باید روش کار بشه، ولی حداقل شما روی توانمندی ها و قابلیت های خودت کار کن، مهارت های خودت رو افزایش بده. آخه سخته خانم دکتر شوهرامون رو درست کنیم. عزیزان، ما اصلا دنبال این نیستیم که کسی رو درست کنیم. یعنی این غلط ترین
روی کردی که یک فردی میتونه تو زندگیش انتخاب بکنه. ما فقط و فقط و فقط روی خودمون اثر داریم، ما هیچ اثری روی دیگران نداریم مگر اینکه خودشون بخوان. حتی شما در حوزه مشاوره و حمایت هم روی افرادی اثر میگذاری که میان و درخواست میکنن، هزینه پرداخت میکنن، زمان میگذارن، تازه تغییر میکنن، ولی اگر نخوان که تغییر میکنه. پس فقط روی خودت باید کار کنی. توقع بیجاییه و میخوام بهتون بگم که وقتتون ویست میشه، یعنی واقعا هدر میره زمانتون اگه بخواید رو دیگران سرمایه گذاری کنید که اونا تغییر کنن. این گفته که شوهری که با زنش بد رفتاری میکنه به خاطر خواهر شوهرش. این موضوع حس تأمین رو حتما یادم بندازید که بگم. البته تو دوره ها که ما اینا رو گفتیم، تو دوره آشتی با زنانگی این رو گفتیم، ولی باید وقت بگذارید برای خودتون. و حتما عزیزان کتاب هایی که تو هایلایت ها، من تو هایلایت کتاب گفتم، اون کتاب ها رو حداقل یه چند جلدش رو داشته باشید. تو هر حوزه، هم تو حوزه نوجوان گفتیم، مجردها گفتیم، تو حوزه ازدواج و ارتباطات گفتیم، حتی تو حوزه گویندگی من کتاب خدمتون گفتم. و این نکته آخرم بگم از خدمتون مرخص بشم، این که برای دوره تسلط کلامی و جذابیت های رفتاریمون هم یک در واقع هدیه خیلی خیلی ویژه در نظر گرفتم که مدت زمان بیشتری رو در کنار شما در واقع خواهیم بود و شما میتونید حتی، البته این فقط مختص افرادی که توی این چند روزه ثبت نام میکنه، حداقل پیش ثبت نامشون رو انجام میدن، هم از نظر پرداختی یک شرایط ویژه‌ای ایجاد شده، هم از نظر مدت زمانی که هستید. دوستانی که میخواین تولید محتوا داشته باشید تو فضای مجازی، کار بلاگری بکنید، یا حتی محصولی اگر دارید میخواین خودتون اون رو عرضه بکنید، راجع بهش صحبت بکنید، اگر میخواین کار صدا انجام بدید، حتی اگر میخواین توی روابط اجتماعیتون یه سر و گردن از بقیه بالاتر باشین، من بهتون هدیه میکنم این معجزه تسلط کلامی و جذابیت های رفتاری رو که هر جا، تو هر حوزه‌ای، تو هر سطحی از تحصیلات و ارتباطات و شغل که هستید، چه یک مادر خانه‌دار، چه یک فروشنده، چه یک مدیر، یک وکیل، یک مشاور، شما میتونید، حتی یک دانش آموز و دانشجو که الان ما داریم، بدون اینکه به نوجوانمون برچسب بزنیم، مهارت ابراز وجود بهش آموزش میدیم و این ناخودآگاه سطح نشخوار ذهنی و وسواس فکریشو آورده پایین‌تر و خیلی داره بهش کمک میکنه بدون اینکه بهش برچسب بزنیم. خانوم هایی که یه روزی میگفتن و همسر من اجازه نمیده مثلا ناخون من حتی توی ویدیو مشخص باشه، امروز روبروی دوربین میشینه و با افتخار و با ارزش، خودباوری و خود ارزشمندی روبروی دوربین داره در واقع اون محصول خودش رو عرضه میکنه، درآمد ایجاد میکنه. و ما در عصر رسانه و ظرف رسانه داریم زندگی میکنیم و اگر ندونیم این مهارت ها رو و براش وقت نگذاریم، 100% از کسایی هستیم که زیان و ضرر زیادی خواهیم داد تو این ارتباط، چون دنیای ارتباطات، دنیای رسانه است. بعد من بلد نباشم روبروی دوربین بنشینم صحبت کنم، من ندونم چطور باید تون صدام رو، رنگ صدام رو تغییر بدم، من هیجانات رو از صدام بگیرم، این دیگه کمترین انتظاری هست که از انسان عصر رسانه ما داریم و امیدوارم که شما هم به این مهم اهمیت بدین، حداقل برای نوجوانان خودتون، برای فرزندان خودتون. دیگه من هم از خدمتتون مرخص بشم و برم. عصرتون خوش. این لایو رو با دقت ببینید. لایو های قبلی رو من سعی می‌کنم حالا یه بخشیش رو براتون تو پست‌ها بگذارم. خدا نگهدار.